چای یار همیشگی من. من یوتیوبر تازه کار هستم و هنوز کانال من به درآمدزایی نرسیده که من فعلا بتونم بک‌گراند درست کنم یا کاری انجام بدم. فعلا کارهایی که معمولی از پسش برمیام و انجام میدم. خوبه. الان چون اینجا من نور دارم و میخوام اینجا ویدیو رو براتون ضبط کنم. مرحبا arkadaşlar. من امروز اومدم با یک گرامر دیگه برای آموزش ترکی استانبولی. همونطور که بهتون گفتم من مدرس زبان نیستم، ولی چیزایی که خودم یاد میگیرم و میخوام باهاتون به اشتراک بذارم به صورت رایگان، شاید به دردتون بخوره. بچه‌ها میخوایم امروز راجع به ضمایر اشاره صحبت کنیم. خب ضمایر اشاره توی ترکی استانبولی چیا هستن؟ بو، او، شو. بو میشه به معنی این، او میشه آن و شو میشه این یا آن. حالا فرق شو این وسط چیه؟ ببینیم مثلا تو فارسی داریم میگیم مثلا میگیم این، خب به ما نزدیکه. میگیم مثلا صندلی کامپیوتر به من دوره، پس میشه آن. اوکی؟ ولی توی ترکی یه شو هم اضافه داریم. شو اینجا معنیش اینه که نه خیلی دوره نه نزدیکه. مثلا بین مبلی که من نشستم تا صندلی کامپیوتر من یه میز کامپیوتر هست. خب میز کامپیوتر من اشاره اگه بخوام بکنم میشه شو، نه دوره نه به هم نزدیک. بو و شو خیلی زیاد استفاده میشن. البته من تا اونجایی که میدونم بو او بیشتر استفاده میشه تا بو و شو، ولی بو خیلی استفاده میشه، یعنی یک کلمه کاربردیه. و بریم که داشته باشیم بو، bunlar، burası، burada، böyle. راجع به او میشه چی؟ onlar، orası، orada، öyle. و دوباره معنی ها اینجا براتون میاد. بریم روی شو. شو، şunlar، şurası، şurada، şöyle. اگه بخوام مثال بزنم مثلا میگیم مثلا بگیم که اون کیه؟ او کیم؟ او نه؟ اون چیه؟ یا بو نه؟ این چیه؟ ضمایر شخصی چیا هستن؟ ben، sen، o، biz، siz، onlar. خب معنی هر کدوم از اینا چیه؟ ben یعنی من، ben پس معنیش میشه من. sen میشه تو، sen تو. siz میشه شما. یه نکته راجع به شما بگم، توی ترکی و فارسی از شما برای احترام گذاشتن استفاده میکنن. خب یعنی اگه مثلا فقط با شما کار داشته باشن، یعنی با تو کار داشته باشن، اگه بخوام بهت احترام بذارن از شما یا سیز استفاده میشه، چه در زبان فارسی چه در زبان ترکی. برعکس انگلیسی. خب biz میشه ما، پس biz میشه ما. او میشه او یا آن نفر، او. و onlar یعنی آنها، onlar یعنی آنها. تا اینجا ما ضمایر شخصی رو هم یاد گرفتیم. حالا واسه ben، ضمیر ben ما 4 تا حالت توی ترکی داریم. باز من اینجا براتون اگر بنویسم خیلی خوب میشه، بهتر متوجه میشیم. مثلا میاد im، خب به معنی چی هست؟ یعنی من هستم. خب من هستم. ben
üzgünüm یعنی من ناراحت هستم. یه نکته دیگه، وقتی آخر حرف کلممون صدا دار باشه مثل اورنجی، یه میانجی میاریم. مثلا خواهم بگم من دانشجو هستم، پس میشه ben öğrenciyim. Ben öğrenciyim. یه چیزی تو ذهنم زنگ میزنه take a break. Ben mutluyum یعنی من خوشحالم. بچه ها اگه از تدریس من خوشتون اومد و چیزی یاد گرفتین و اینو هم بهتون بگم، یه دفتر حتما بردارین، جدا گرامر، جدا لغت، مکالمه، لیسنینگ، هر چیزی یه دفتر جدا براش داشته باشین و بتونین توش تمرین کنین و داشته باشین که بتونین دوباره تکرار کنین و بخونین، چون زبان چیزیه که فراره و تو ذهن آدم نمیمونه. اوکی؟ اگه از ویدیوهای من خوشتون میاد چنل ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله یادتون نره، لایک و کامنت یادتون نره. میتونین توی کامنت ها ایده هاتون رو برای یوتیوب، برای ویدیوهایی که میخوام بسازم میتونین تو کامنت ها به من بگین و این بغل آیدی اینستاگراممون هم میاد، توی آیدی اینستاگرام ما هم میتونین کامنت بذارین یا دایرکت بذارین، فرقی نداره، اینا راههای ارتباطی ما هستن. خیلی دوستتون دارم بچه ها، خداحافظ.